فکر نمی‌کردیم این جمعیت بیاد استقبال بکنه. امیدواریم دل شما کرمونی همیشه شاد باشه. ما واقعا الان چند روز دوستان دارن برنامه ریزی میکنن، آقای پورسانی، آقای ایمان سلاجقه، آقای برخوری، آقای سلطانی، آقای پورشاد و خانم کوچک خودشون، خانم عسکری، مهسا عسکری و همه دارن هی برنامه ریزی میکنن که یه برنامه خوب و همچون جالب بیان و تقدیم تو بکنن. حالا اگه که مکاسیه داره چون برنامه اوله، ببخشم بزرگواری تو، من بگم اولین ماشینی که اومد تو کرمون چه ماشینی بود؟ کرمونی ها ماشین همون اومد بود، ماشین ها ندیده بودن. یا میخوان اول هواپیما رو بگم، بزن اول هواپیما رو بگم بعد ماشین بگم، چون هواپیما قبل ماشین اومد تو کرمون. توی خیابون جامی دیدن، این خیابون جامی رو اومدن گرفتن، تراکتور هم نبود، با بیل با کلند کندنش صاف صوفش کردن، هواپیما بشین تو این خیابون. چون هواپیما غارغار میکرد گفتن یا مثلا زنکا حامله باشن یا مثلا بچه سقط کنن، یه طوری بشه یا یکی بترسه سکته بکنه. از 3-4 رو قبطرشن یه جیپ ارتشی، یعنی جیپ کرمونی دیده بودن این وقت خیابون یه بلنگوی بر روش اعلام میکردن، میگفتن مردم نترسن، یه چیزی میاد رو هوا دور میزن صدا میده، این هواپیمایه میخواد بشین تو کرمون. و وقت شما نه بترسن نه چی، میتونه بره رو پشت ما تماشاش هم بکنن. تا رسید روز رسیدن هواپیما رسید کرمون، او بالای غار کرد، خلبانی راه میبرد چیکار بکن. اولین خلبان کرمون خلبان هلندی بودن، رومانی و هلند از اینجا اومدن، چون میواس بیان سال 1322 عکس برداری هوایی کرمون بکنن. اینا حالا هواپیما باید بشین تو کرمون سوقگیری کنه که هر روز هم بره کویر رو بقیه جاها فیلم برداری عکس بگیره، عکسای هوایی رو بگیره. هواپیما رسید بالای کرمون، خلبان خودش خوشش اومد، یه تا دور برای کرمون زد، همین ملت کرمون رو پشت ما بودن. هواپیما که تو خیابون جامی امروز این صافش کرده بودن، تو خیابون جامی نشست، ملت همه بدو یکی با خر، یکی با اسب، یکی با قاطر، یکی پیاده، هر کسی خودش رسوندن اونجا هواپیما ببینن. دور هواپیما شلوغ بود. روز بعد گفتن آقا هر کی میخواد سوار هواپیما بشه 5 تومن بده سوار بشه. 5 تومانی 5 تومن خیلی بود. حقوق روزی بوده 1 شاهی برای کارگر، مثلا اونایی بیکارشو خیلی خوب بوده 10 شاهی حقوق میگرفتن. 5 تومن پولدارا فقط میخواستن بدن. یه آقا پولداری چند نفر سوار شدن، یکی که همش جرأتش بیشتر بوده عبدی بوده، بالاخره ببینن با بیشتر دیگه هواپیما پرواز کن به دیگه 2 کیلومتر بالا سطح زمین. سخت بود و دلهوره داشت، آدم میترسه، میگه ای افتادم چیکار بکنم. حال کاری ندارن، این هوا خلبان خودش راه میبره اشتباه نمیشه، ولی اونی میخواست سوار بشه یه پیرمرد تاجر فرشی آقای هنری تو کرمون، این آقا من 5 تومن میدم سوار میشم. 5 تومن داد و رفت سوار هواپیما شد. هواپیما پرواز کرد، یه خلبان جلو مینشست، یکی عقب، 2 تا خلبان جا داشت، اینجا خلبان عقبی نشست هم موجود دور زد، هم ملت هم پایین دیدن سوار شد، چپقش روشن کرد، چپق میکشید اون موقع هنوز سیگار هم اومده بود، چپقش روشن کرد، گپ شروع کرد کرمونی هم فرد گرفت، شروع کرد پوک زدن و 2 تا رو هوا کردن. هواپیما پرواز کرد، این هم تو پوک میزد، زد چشماش هم بسود، چپقوی هم روشن. بعد نگاه میکرد گاهی او بالا نگاه میکرد بیا الان کجا رسیدن، دوری زد، هواپیما بردش برگشت اومد نشست، همه سلام صلوات. آقای هنری هواپیما پیاده شد، گفتن چطور بود؟ خوب بود؟ خوش گذشت؟ گوهشت نبود. گفتن چقدر طول کشید؟ گفت من عیش برد سراسی اومد، من یه چپقی کشیدم. طول زمانش یه چپقی بود، یعنی اندازیه هر کی هواپیما کرمون سراسی ها یه چپق. گفتن خب پایین نگاه کی؟ نگاه همه چشمان بسته بود. وقتی نگاه دیدم وجود